یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ایکار خسته شده میامده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش رو بسید 5 تا بس بسید یه زنه قوت از تولد کرن که نگیر کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنه دلگیر شده است یک اهمیت داده که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفته هوای من زن دوم نکاح کرده میگیرم ایغوری زن خرید گره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزن نکنید زن بود بین کرده رفته همه نکاح کرده با خواهش گفته زنک من یک ماه کمانجاکه میرم پامال به خدا رفته است یک ماه پس اومده دو روز رفته زنک بازی کازن پالاژه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما شاشودا فکر کرده با هم پوچ نگه فکر کرده استودنت زنک بالا پوچ بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی کار میخواد شما چی پرابلم است یعنی چی گپ زنیته یک خانم برو وردم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زن شکوشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال حیات من سوخت من میکشمی 10 تا گلک سگره میموند 12 تا چیکار میکنی با دیگر از خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام داغماتی تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبراو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرامی من نشد دیگر این مرداش تو فهمیدن بود من بر وقت فهمیدم توقع کرده گشتم خطی گوده کن تیز رو مرده خوستان دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنک جده داره باز میبید نیم ساعت یک ساعت ارشو درک نیست 3 ساعت ارشو درک نیست تا بیو بینم که چیکار شد چیکار این قدیر کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیوال پاره گذاشت خانه همسایه که جیم یگم کس نکشتن یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی بود شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته شده میرسون نفهمم گفته بیا بینم بچه‌ش رو بخونم بعد جگرم پر شود گفته زور زده بالای بام برو اومده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو ای میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بویسو بیسی او تو شکل نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسیده اونجا این زمان دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به رکشی تو یک مرده که دیگر ریش بیستونه که زنش دور آمده هم مرده کنجی هم کنجی از چی باریش میگیریم خریش میگیریم از چی باید 3 بار شد گفته این روز میگیریم او خیلی گرفتم نه شما یگان بالا داره یگان اویوی نو یفتگی نه آخی چی کن رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیکی خدا نکنه یگان اویوی گفته باشه بنزین کنی گفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر که این موضوع خونه رو هم زنم به چی فهمونم که ای باورش نبروم مثلا خیالات نکردم یا اون اویی من نیفتم نگادش دیگه لکدیل جگر او خوردگی بای با بگه خونه با آمدش تنگ زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از درش ملایم خلوق یا روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکنه تو از اگر هم گفت که خود باشه با جنگ شده خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زنک جون من خود نمیخورم این زنی تاجیک چه شما به بالا ریش نگرفته خونی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده